با سلام خدمت شما عزیزان، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. من شریعتی هستم و توی این ویدیو میخوام یه تحلیل جامعی از بیت کوین خدمتتون ارائه بدم. انشالله که بعد از هاوینگ بتونه بهتون کمک بکنه و بتونید سود خوبی کسب بکنه توی این بازار. انشالله که راهگشا باشه برای همگی. مطمئنا هر تحلیلی میتونه ایرادات و اشکالات خودش رو داشته باشه، ولی من خیلی سعی کردم همه جوانب رو در نظر بگیرم که تحلیلی که میگم جامع باشه و دوستان میتونن از این تحلیل استفاده بکنن. یک تحلیلی که ما قبل از سال شمسی جدید در اسفند ماه سال 402 انجام داده بودیم، در مورد این بحث کردم، ولی دوباره توی این ویدیو هم در مورد صحبت میکنم برای اینکه دوستانی که اون ویدیو رو ندیدن میتونه بهشون کمک بکنه این ویدیو به راهگشا باشه برشون. دو تا قسمت توی تحلیل ما توی بیت کوین برای من مشکل وجود داشت برای تحلیلش. یکی این قسمت بود که مشکل داشتم برای تحلیلش و یکی این قسمت. این دو تا قسمت توی بیت کوین قسمت هایی بودن که توی تحلیل ما نمی گنجیدند و یه خورده باش مشکل داشتیم و چالشی بود برام. و علتش هم این بود که ما نمیدونستیم که این اتفاقی که اینجا افتاده و این حرکت رو به بالا را بیایم موج 5 بگیریم از حرکت قبلی، یعنی بگیریم یک 5 موجی بوده که اینجا به اتمام رسیده، و یا این که بگیم نه این 5 موج اینجا تموم شده، اینا یک موج یک بگیریم از شروع یک حرکت جدیدی که قرار بوده این طرف اتفاق بیفته. خب توی هر کدومش که در نظر می گرفتیم به یک مشکلاتی برمیخوردیم. به خاطر همین من به این نتیجه رسیدم که بیام از چارت اتریوم کمک بگیرم برای اینکه بتونم ابهاماتی که توی این قسمت دارم رو برطرف کنم. اگر ما چارت اتریوم رو به چارتمون اضافه بکنیم و مقایسه بکنیم اتفاقی که افتاده اینجا رو اجازه بدید اضافه بشه. بله، ببینید همینطور که میبینید من چارت اتریوم رو اضافه کردم به چارتمون. یه خورده بیارمش فیت بشه پایین بهتره بشه. آره اینجور بهتر. خب مسلم هم خطای نارنجی که الان اضافه شد میدونید که چارت اتریوم ما هستن. خب حالا میم بررسی بکنیم ببینیم توی چارت اتریوم چه اتفاقی افتاده. خب توی چارت اتریوم اتفاقی که افتاده ابهامات ما رو کاملا برطرف میکنه. همینطور که گفتم ما مشکل داشتیم که ببینیم آیا این موج 5 ما هست یا نه، که با اتفاقی که توی اتریوم هست و این قله پایین تری از این یکی زده مشخص میشه که بله این نمیتونه موج 5 ما باشه. نگاه کنید این قله‌ای که زده شده از قله قبلی پایین تره و این نمیتونه موج 5 ما باشه. و یه بحث دیگه این بود که گفتم خب حالا این 5 نیست، شاید یک باشه، این یک باشه، این یکی دو باشه. خب اینم اینجا منتفی میشه. چرا؟ چون اگر این را یک در نظر بگیریم برای حرکت جدید، این موج کف پایین تری از این یکی زده، پس این یک هم نمیتونه باشه که این یکی دو باشه. توی اتریوم خیلی راحت تر میبینیم یک 5 موجی که موج یک ما را تشکیل داده اومده بالا و این حرکت کلش یه موج دو بوده که کف پایین تری زده و یه ABC زده و اصلاح شده. خب من کمکی که میخواستم از چارت اتریوم گرفتم، به خاطر همین چارت اتریوم رو برش میدارم. این ابهاماتی هم که داشتیم برطرف شد پاکش میکنم اینا رو که ادامه تحلیل را خدمتتون ارائه کنم. خب پس چیزی که ما متوجه شدیم این که خب آقا این حرکتی که از 15400 شروع شد این یک موج یک ما بود، کلش یه حرکت بوده و این هم یک ABC بود، ولی ABC البته تا اینجا منبسط،
اینجا بود که توی اتریوم کف پایین تری هم زده بود. یه ABC منبسط داریم ما، موج دومون منبسط اینطوریه که قله B از قله ابتدایی میتونه بالاتر باشه. یه منبسط اصطلاحاً بهش میگن فارسیشو. یه اصلاحی داشتیم موج دومون به این شکل و در ادامه خب میگیم که خب آقا حالا یک دومون رو تونستیم بیاریم بیرون، این یک این دو. آیا میتونیم اینطوری در نظر بگیریم که بگیم خب یک دو سه اومدیم تا اینجا، این اصلاح 4 ما بوده و الان 5 ما هم تمام شد؟ من هر طوری فکر میکنم نمیتونم خودمو قانع بکنم که این را 4 در نظر بگیرم. ببینید این موج دو ما، اگر ما این موج دو در نظر بگیریم، این موج را تقریبا موج دو مو به حضورتون عرض برسونم که هوش 180 روز موج دو ما طول کشیده. ما نمیتونیم 180 روز موج دو داشته باشیم، 6 ماه موج دو ما طول بکشه، ولی در عوض 182 3 روز، ولی در عوض فقط 13-14 روز ما موج چیز داشته باشیم، 4 داشته باشیم. این امکان وجود نداره. 14 روز بگیم خب 14 روز موج 4 مون طول کشیده ولی 6 ماه موج 2 مون طول کشیده. این اتفاقی تقریبا غیر ممکنه. البته غیر ممکن نداریم، تنها چیزی که غیر ممکن هست خود غیر ممکنه. ولی من احتمالی که بیایم بگیم 1 2 3 4 5 رفتیم و 5 موجمون تموم شده را شاید در حد 10% بدونم، هنوز کمتر، چون اصلا این هیچ شباهتی به موج 4 نداره. خب اتفاق جایگزینی که ما میتونیم در نظر بگیریم و تحلیل پیش رو را داشته باشیم چیه؟ اینطوری هستش که خب آقا 1 2 ما تکمیله، ولی ما هنوز 3 مون تکمیل نشده، چه برسه به 4 و یا 5 مون. یعنی هنوز 3 ما هم تکمیل نشده. من نظرم اینه که ما توی موج 4 از 3 مون هستیم. به این صورت شما اگر حرکت را از اینجا در نظر بگیریم که 2 ما تموم شده بود، اینجا حرکت 1 ما باشه، 1 ما 2 ما 3 ما و ما هنوز تازه الان توی 4 هستیم و بعد یه 5 میریم که تازه 3 ما تکمیل میشه و بعد یه 4 هم اصلاح داریم و بعد حرکت نهاییمون که 5 اصلیمون باشه. فقط امیدوارم که این حرکت 5 ما 5 کشیده ای باشه، برای اینکه بتونه بیت کوین قله‌های خیلی بالاتری رو ببینه و هممون بتونیم سود خوبی از این بازار ببریم. این هاوینگی که این دفعه اتفاق افتید تفاوتش با هاوینگ‌های قبلی، تمام هاوینگ‌های قبلی رو که من بررسی کردم تقریبا میشه اینجور گفت که ما 20 روز تا 1 ماه قبل از هاوینگ توی موج 2 بودیم، یعنی اینجا بودیم و 1 ماه بعد از هاوینگ 2 ماه بعد از هاوینگ شروع میکردیم موج 3 خیلی خوبی ها میرفتیم و بعد ادامه حرکت رو انجام بده. ولی به خاطر اون قضیه ETF ها و خبری که زودتر اتفاق افتید و چند تا عوامل دیگه ای که فعلا توی بحث ما نمی گنجه، باعث شد که رشد زودتر اتفاق بیفته و موج 3 مون رو یه حدود بیشتریش رو ما قبل از هاوینگ حرکت کنیم. یه تیکه از موج 3 مون هنوز مونده که در موردش بحث میکنیم که میتونه چه عددهایی رو ببینه، این 4 مون چطوری خواهد شد و 5 ما میتونیم چه عددهایی رو پیش بینی کنیم برای آینده. خب یک بار دیگه تحلیل رو مرور کنیم. به این نتیجه رسیدیم که این حرکت 1 ما هست، این موج 2 ما و ما هم الان توی موج 3 اصلیمون هستیم. الان داریم 4ش را اصلاح میکنیم. 4 مون تموم شه یه 5 میریم و بعد تازه موج 3 ما تکمیل شده و بعد میریم برای 4 اصلی. فقط اینجا را در نظر بگیرید. اعتقاد من اینه، نظرم اینه، احساس میکنم که این 4 خیلی ما را درگیر بکنه، هم از نظر زمانی، هم بالا پایین رفتن قیمت ها،
و شروع حرکت آلت کوین ها میتونه توی موج 4 باشه، عقب موندگی ها جبران بشه، بقیه بازار که حرکت نکردن بتونه حرکت بکنه. همونطور که نشون دادم اینجا موج 2 ماه تقریبا 180 روز یا 6 ماه طول کشید و نسبتا هم ساده هستش اصلاحش، میبینید یه ABC ساده. موج 4 ماه، 4 اصلی ما که هنوز احتمالا 1 ماه یا 2 ماه دیگه بهش میرسیم، میتونه خیلی طولانی مدت و پیچیده تر از موج 2 ماه باشه. یعنی اینجا هستش که ما با درک قبلی و تحلیل درستی که داره میتونیم اتفاقای خوب رو برای خودمون رقم بزنیم و میتونیم این موج 5 اصلیمون رو همراهش باشیم. در نظر بگیرید که حداقل احساسم اینه که 6 ماهی طول میکشه، چون موج 2 ماه هم ساده بوده. اینجا ممکنه چند اصلاح داشته باشیم، یعنی ترکیبی باشه اصلاحمون، اصلاحات مرکبی داشته باشیم و امیدوارم که خسته نشیم تو این چاره و تمرکزمون رو از دست ندیم. خب برگردیم به تحلیلمون. خب بگیم که اگر ما 1 2 3 را اومدیم الان 4مون هستیم، خب ببینیم که این 4مون تا کجاها میتونه اصلاح بکنه و این 5 هسته‌ای که در پیش رو داریم میتونه چه تارگتایی رو بزنه. خب ما با یه فیبو ساده شروع میکنیم که موج 3 مون اومدیم و حالا موج 4 مون رو میخوایم اصلاح بکنیم. تارگت اولیه موج 4 مون همون 382,000 یا 3800 که زده، یعنی از همین جا هم میتونیم کف موج 4 مون رو در نظر بگیریم، بگیم همین جا کف موج 4 ما هست تا 618,000. یعنی این محدوده را ما میتونه محدوده انتهایی برای حرکت موج 4 از 3 مون که هستیم داخلش الان در نظر بگیریم. خب این محدوده ای که ما در نظر میگیریم، یکم رنگشو بیشتر کنم. خب این رو محدوده 4مون در نظر بگیریم برای اصلاح پیش رو، یعنی میتونم همینجا تو 60,000 تمام شده باشه، همین هولوش 59 60,000 میتونم تا 56 یا 52 هم برسه. ولی از نظر اسمارت مانی رو بررسی بکنیم یا آنچین ها، میبینیم که سفارشات زیادی هنوز توی این محدوده گذاشته شده. اوردر بلاک های خوبی توی محدوده 52 تا 57 داریم و احساسم اینه که یک حداقل شادویی هم شده توی این محدوده داشته باشیم و بعد حرکت رو به بالا برای موج 5مون رو شروع بکنیم. محدوده جذابیه برای خرید این محدوده که بتونیم همراه بشیم برای موج 5 از 3مون که باقی مونده. خب حالا احتمالاتی که ادامه هست برای موج 3 را من در نظر میگیرم که موج 3مون که تکمیل بشه تا کجاها میتونه در نظر برسه. خب موج 4مون رو گفتیم بین 52 تا 57 میتونه اصلاح بکنه. خب این تیکه موج 5 شد تا کجا میتونه بره. خب اگر موج 5 را ما چند مدل مختلف میتونیم پیش بینی کنیم حرکاتش رو و ببینیم که تا کجا میتونه این موج 5 ما ادامه داشته باشه. یکی از مهمترین حرکت هایی که توی موج 5 اتفاق میفته اینه که به اندازه موج 1مون حرکت بکنه. خب چون موج 5 خیلی مرتبط هستش با موج 1، یعنی از 618 صدم تا موج 1 میتونه حرکت بکنه و اگر کشیده باشه تا 618. به حضورتون عرض برسونم خب ما فرض کنیم که اصلاحمون همینجا تمام بشه و حرکتی که داشته باشیم توی موج 5مون روی همین 60,000 اصلاحمون تمام شده باشه و بخواد حرکت بکنه. حرکتی که داره ببینیم مثلا توی محدوده 52 توی محدوده 96 تا
82 اینا یکشو برسه مثلا توی این محدوده میتونه وارد بشه. خب محدوده بدی نیست، ولی اگر بیایم تارگت های دیگه هم که 5 میتونه بزنه رو بررسی بکنیم، اونا هم عدد های جالبی به اون میده. مثلا یکی دی از تارگت هایی که 5 داره به اندازه 1 تا 3 مون حرکت میکنه. یعنی این یک ما تا انتهای 3 مون این بوده، میتونه به اندازه 1 تا کل 3 مون حرکت بکنه. خب حالا اگر اینطوری در نظر بگیریم و اصلاح عمیق تری را هم در نظر بگیریم، یعنی بگیم که قراره که تا همون 52,000 اصلاح بکنه. اگر اینطوری در نظر بگیریم، اینجا عددی که به اون میده 99 مثلا تا 127,000 هم هنوز هست حرکتش. ولی احساس من اینه که چون خود عدد 100,000 عدد روانی هست و فروش احتمالاً روی 100,000 خیلی زیاد میشه و عددی بوده که از قدیم همه در موردش صحبت میکردن، احساسم اینه که این محدوده 100,000 تا هولوش 80,000 82,000 اینا محدوده جذابی باشه برای این که موج 3 ماه به اتمام برسه. یعنی این موج 3 ماه که موج 5 ماه که 5 از 3 ماه هست تا اینجا بیاد و موج 3 اصلی ما همینجا به اتمام برسه. تو همین حول و حوشه خودم نظرم اینه که احساسم اینه که 100,000 رو ببینیم به زودی. یعنی این چاره که اصلاحش تموم بشه، موج 3 ماه 100,000 را ببینه. خب حالا فرض میکنیم تا حدود 100,000 اومدیم پایین، حالا چیزهای دیگه هم بررسی میکنیم در کنارش. خب حالا باید بریم موج 4 اصلی که من در موردش صحبت کردم. این 4 ما در مقابل این 2 ما قرار میگیره. موج 2 ما موج ساده ای بوده، یه ABC ساده بوده ولی 6 ماه زمان برده. ما انتظار داریم که موج 4 مون زمان زیادتری از موج 2 مون رو داشته باشه و اینکه اصلاحش چقدر میتونه باشه رو بررسی بکنیم، ببینیم چه تارگت هایی رو داریم و میتونه بررسی بکنیم. خب اگر موج 1 ما که از اینجا شروع شده بیاد و تا همون حول و حوش 100,000 در نظر میگیریم، حالا عددهای متفاوت رو با هم همش رو تست میکنیم. اگر تا 100,000 در نظر بگیریم، اصلاحی که موج 4 ما داره میتونه تو محدوده هولوش 72,000 تا 54,000 باشه. رنگشم رو من آبی کنم. بله، میتونه از محدوده 72,000 تا 54,000 برای محدوده 4 ما باشه، به شرطی که تا 100,000 بالا بره. خب ولی خب حالا اگه تا 100,000 بالا نره، مثلا موج 4 ما تا 80,000 بالا بره، موج 5 از 3 مون و تا 82,000 موج 3 مون تکمیل بشه. خب اون دفعه چطوری؟ اصلاحمون این دفعه میاد از 60,000 تا 47,000 هم میتونه اصلاح موج 4 ما باشه و تا اونجا هم حتی اصلاح بکنه. خب ببینید اینا همه مواردی هست که باید پله پله بریم جلو، چون 4 تکمیل بشه، بعد ببینیم 5 مون تا کجا بالا میاد که بتونیم بعد دقیق در مشخص بکنیم که تو چه محدوده‌ای 4 ما میتونه اصلاح بکنه و تا کجاها میتونه پایین بیاد. ولی اون حدس اولیه توی همین حدود شما میتونه داشته باشیدش. حالا خیلی دقیق نیست، اینا همه حدودی هستش ولی محدودهای جذاب مناسبی ها به ما میده. خب پس 1 2 3 و 4 مون هم تکمیل شد. حالا برای 5 مون گفتم امید دارم که 5 ما بیتونه یک 5 کشیده باشه برای این که عددهای خوبی را در سال آینده برای حرکت بیت کوین داشته باشیم. تنها امیدم الان اینه که 5 کشیده خوبی داشته باشه.
من بالاترین حالتش رو در نظر میگیرم برای اینکه جذابیتم بالاتر بره و شما لذت بیشتری ببرید. انشالله که اینطور اتفاقی بیفته. فرض کنیم که تا همون 100,000 موج 3 ما طول بکشه. گفتم بهتون که حالتی که اتفاق میفته میتونه اندازه 1.61 موج 1 تا 3 طول بکشه، از ابتدای 1 تا انتهای 3. و اصلاح ما هم فرض کنیم که حداقلی باشه و بیاد تا همین 72.3 موج 4 ما، بیشتر اصلاح نکنه. اگر این اتفاق براش بیفته و موج 5 ما موج کشیده‌ای باشه، عددهای خوبی بهش میرسه، مثلا 208,000 156,000 و عددهای بدی نیست. 156,000 به نظر من عدد مناسبی میاد و همینطور 208,000. ولی خب حالا اگر که اصلاح یه خورده عمیق تر باشه، یعنی از 72,000 بیشتر اصلاح بکنه، مثلا بیاد تا 60,000 اصلاح بکنه، عدد اون میاد پایین تر، میاد هلوش 145,000. خب این یکی از روش هایی به دست آوردن موج 5. یکی دیگه این که ما موج 1 را فقط در نظر بگیریم و 1.61 موج 1 را در نظر بگیریم. اون را هم میتونیم تارگت یه بدی نمیده بهمون، میتونیم بررسی بکنیم. اگر موج 1 را در نظر بگیریم و فقط خواسته باشیم 1.61 رو بالا بیم، رو هولوشه اینم 113 97,000 113,000 اینطور عددایی ها بهمون میده، یعنی که خیلی موج 5 ما کشیده نباشه. ولی خب امیدوارم تارگت هایی که میزنه توی محدوده 113,000 به بالا باشه. 113,000 145,000 198,000. اگر موج 4 مون تموم بشه تقریبا 8-9 ماه دیگه، اینطور تایمی را من حس میکنم که موج 4 ما تموم بشه، اون وقت در مورد موج 5 دقیق تر میتونیم صحبت بکنیم. خب گام به گام باید بریم جلو دیگه. نمیشه از حالا ما بیم خیلی عددها و رقمهای مختلفی رو اعلام بکنیم و هیچ چشم اندازی برای ما نداشته باشه که ما الان چه کاری انجام بدیم بهتر. ولی احساس میکنم این تحلیل رو تا اونجایی که میتونستم ساده کردم که مردمم، حتی کسایی که خیلی از الیوت یا از تکنیکال سردر نمیارن، بتونن یه عددهای خوبی رو بفهمن برای اینکه کی بتونن ورود کنن، چه زمانی ورود بکنن. به نظرم تحلیل یه بدی نمیاد. تیم ما، خود ما خیلی زحمت کشیده روی این تحلیل، بررسی های زیادی انجام دادیم تا به این تحلیل رسیدیم و احساس میکنم تحلیل جامع و خوبی هستش. اگر نظرات یا صحبتی دارید یا موردی که میتونه به ما کمک کنه تو تحلیل بیشتر، خیلی خوشحال میشم که نظرات همه گیرم را داشته باشیم. پس یک بار دیگه من خلاصه تحلیلم را خدمتتون ارائه بکنم. این که در ابتدا ابهاماتی توی موج 2 بود که ما اون ابهاماتمون رو با کمک اتریوم اومدیم برطرف کردیم و متوجه شدیم که این کلش یک موج 2 هستش. یکی اومدیم بالا یه 2 اصلاح کردیم. الان توی موج 3 مون هستیم که موج 3 مون هم هنوز تکمیل نشده. داریم 4 از 3 را الان اصلاح میکنیم و بعد یک حرکت رو به بالای دیگه برای موج 5 از 3 داریم که 3 مون تکمیل میشه و بعد اون 4 طولانی و احساس میکنم اصلاح مرکب زمان بر و اذیت کننده را خواهیم داشت که حداقل 6 ماهی هم طول میکشه و بعد حرکت بعدی موج 5 مون که امیدوارم موج 5 مون موج کشیده‌ای باشه برای اینکه بتونیم سود خوبی را هممون توی این بازار ببریم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که بتونید از این ویدیو استفاده بکنید و یک سود خوبی برای همه عزیزان در پی داشته باشه این تحلیل. ممنون از لطفتون. روز خوبی داشته باشید.